سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم حالتون عالی باشه. خب تو این قسمت سوم از پلیلیست حل پرابلم ست های دوره سیف پایتون سیز مشغول هست. خب طبیعتا میریم سراغ پرابلم ست سوم از هفته اول یا هفته شماره 0. خب من اینجا وارد فصل 0 میشم، هفته 0، و اینجا پرابلم ست انتخاب میکنم. پرابلم ست سوم که میکینگ فیس یا ساختن صورت هیکل هست، ایموجی. خب تو این پرابلم ست من اینو سریع توضیح بدم که چه نوشته. گفته که ما یک برنامه میخواییم که ما یک تکسی بهش میدیم، مثل اینجا نمونه یک تکسی بهش میدیم و هدفمون اینه که توی این تکس ما یک سری در موقع علامت خنده حالا میذاریم با استفاده این علامت نگارشی که حالا تو چت هم دیدید استفاده میشه زیاد. از اینا میذاریم، حالا هم حالت خندهشون میذاریم هم حالت ناراحتشون، مثلا گوته بویش این حالت ناراحتشه. گفته طولا این دو مدل در واقع عبارت رو کاراکتری که نمیشه گفت، چون در واقع دوتا کاراکتری کنار هم یه عبارت تشکیل میدن. این دوتا رو ما توی این تکس هم ممکنه داشته باشیم، ممکنه مثلا نداشته باشیم، ممکنه توی اینا بذاری بخوایم یه برنامه بنویسی که اینو رو بررسی کنه. این وردی هایی که ما میدیم و به صورت استرینگ که این عبارت های خنده و ناراحت و تبدیل به ایموجی در واقع خنده و خنده این یعنی خوشحال و ناراحت تبدیل کنه. خب ولی خب دو تا نکته هم گفته که باید یه تابع به اسم مین داشته باشی، یه تابعی به اسم کانورت که توی مین شما تنها کاری که میکنی وردیو میگیری و چاپش میکنی، نتیجه ما رو یعنی خروجی وردیو میگیری و خروجی چاپ میکنی. کانورت کارش اینه که همون تبدیل اون در واقع عبارت های خوشحال و ناراحت رو به ایموجی انجام بده. یعنی حالا اینجا مست هم نوشته گفته این و این. خب حالا مثل دو تمرین قبلی هم اینجا گفته که شما یه سری تابع داری برای استرینگ، میتونی این لینک بهش دسترسی داشته باشی. وقتی اینا میگه قطعا ما باید یک سری توابع استفاده کنیم. خب کاری که میخوایم کنیم چیه؟ هم اینو در واقع جایگزین کنیم یا تبدیل کنیم. حالا تبدیل، خب جایگزین، تبدیل که میشه کانورت، جایگزین میشه ریپلیس. و بعد دنبال یکی اینو بگردیم دیگه. میره همینجا امور کانورت رو که چون این ترتیب حروف الف باید یه توابع کانورت نداره، میریم سراغ ریپلیس. بازم میگم شما لزوما، من خب یه بار اینا رو حل کردم، میدونم چجوریه، سریع میرم سراغ ریپلیس. شما لزومی نداره مثل من سریع اینا رو تشخیص بدید، به مرور که شما برنامه نویسی رو تمرین کنید اینا خودش به وجود ریپلیس اینجا پیدا میشه. حالا میخونیم شاید یه نگاه میدونیم اگر اونی که ما میخواییم یعنی که آقا یه کپی از استرینگی میخواد برمیگردونه اولت در موقع اون چیزی که ما میخواییم تغییرش بدیم و نیو چیزیه که قرار جایگزین بشه. یعنی در واقع زبان ساده بگم برای این تمرین اولد اون دو نقطه پرانتز است
نیو ایموجی است و نکته توی پایتون ما میتونیم مستقیم از ایموجی استفاده کنیم. اینم حالا اگه نمیدونید گفتم بگم. خب ولی یه گفتش 2 تا تاون میخوایم دیگه. خب بریم آیدیمون رو باز کنیم و ببینیم چه اوضاع چه قراره. روی نیو پروژکت میزنین و تمرین فیس رو فیس آره دستش جمعه. خب و ویژهشونش هم اینجا میذاریم باشه، کاری ندارین. روی کرییت میزنیم و بازش. خب فکر من چون سیستم داره ریکورد میکنه با کیفیتش یکم بالایه، یکم کنده آیدی. خب اینجا باید یه فایل پایتون بسازیم قاعدتاً. جای نیو میزنیم، بریم پایتون فایل و اسمشون اینم بزنیم فیس. حتی من یه سیستم دیگه هم دارم، فکر کنم اگه با اون ثبت کنمشون دیگه ویندوز نیست، یکم سرعتش بالاتره. حالا بگذاریم فایلمون که ساخته شد. حالا ما باید 2 تا تابع مین و حالا یه تابع کانورت هم که خودش گفته بود بسازیم. فکر میکنم اگه اسم تابع خودمون مثلا مین رو که نمیم مثلا کانورت و یه چیزی هم بذاریم مشکل نداشته باشه. حالا من زیاد با اون سیستم چکر CS50 آشنا نیستم، ولی تا جایی که من میدونم صرفا با یه سری ورودی و خروجی کدش رو مورد استفاده، زیاد به اسم تابع اینا حساس نیست. خب تابع که با دفت تعریف میکنیم، مین دفت مین. این میکروفون هم درست کردم دیگه با 2 دست تعریف میکنم. روی ایندکس میزنیم، در واقع مثل همیشه یه ایندکسی میخوایم که ورودی ها کار بر بیان، یعنی ورودیمون تو ایندکس ذخیره شه. این بادم این هم سری توضیح نده چون دیگه اینا رو تو تمرین قبلی یکم توضیح دادم و شما اگه اونا رو انجام داده باشید کار زدن بعد از اینا مثلا بنویسیم your input، یه فاصله هم بزنیم یکم قشنگ‌تر شه. خب تا اینجا ورودی رو توی ایندکس و کاربر گرفتیم، ذخیره کردیم. حالا اینو ولش کنیم، همینجا میایم تابع کانورتمون تعریف می‌کنیم و اینو باید یه پرانتز بزنیم اینجا. خب ما یه ورودی داریم برای این تابعمون دیگه، یعنی از تابع میل ما این دکس رو که میگیریم، این دکس رو میخوایم بفرستیم توی تابع کانورت. و بازم میگم لزوم نداره اینجا ایندکس نوشید اینجا هم ایندکس بنویسید، اصلا هیچ ربطی به هم ندارم. اینجا مثلا من مینویسم برفرض مثال ریاکشن، یعنی حالا اون ریاکت یه چیز دیگه است، این ریاکت یه چیز دیگه است. ریاکتی که توی ریاکت جیس و اینا میگم رفتی این نداره، من صرفا به منظور ریاکشن نوشتم. خب این تابع اینو تعریف شد، تابع کانورت یه ورودی به اسم ریاکت براش گذاشتیم. حالا میتونیم کنیم ریاکشن و خب هم ریاکت بزنیم. حالا ما اول اون چیکار میکنیم؟ ما یه تابع گفتیم خوندیم به اسم ریپلیس. گفتیم تابع ریپلیس برامون چیکار میکنه؟ میاد یه اولدیو میگیره، یه نیو هم میگیره، جایگزین میکنه. خب بریم استفادهش کنیم. بازم میگم 100% قرار نیست جواب بده.
یعنی شما باید حتما لازم نیست اونجا یه چیزی رو مطمئن شید توی اینجا بنویسید، باید امتحان کنید ببینید جواب میده یا نه. و خب من یه متغیری به اسم A تعریف کردم و میگم که حالا بیا تو این A چیو ذخیره کن، تو این A react dot replace ببخشید placed خب اینجا ما یه old داریم که new دیگه، حالا آیدی من نمیدونم چی شد نشون داد new و old رو نشون داد، مهم نیست، شما تو آیدی ویس کدم بنویسید همینه دیگه. خب اولدمون چیه؟ گفتیم یه خنده میخوایم، اینطوری یه علامت خوشحال خنده با 2 نقطه و پرانتز. حالا نیمون چیه؟ بین این المانایی که آبجکتایی که مهم وارد کنیم باید که کاما بذاریم دیگه، این یه قاعده‌ایه که میزونه. حالا ایموجی گر که میخواییم و میتونیم اینجا کپی کنیم. حالا البته فکر کنم ویندوز یک کیبوردی هم داشت که ایموجی رو میشون تایپ کرد، ولی حالا من اون الان در دسترسم نیست. میام اینجا همین رو کپی میکنم و اینجا شما میدید که ایموجی برای من پیچ شد و من میتونم مستقیما از ایموجی توی پایتون استفاده کنم. خب حالا من میخوام کد رو یکم حالا ساده تر اول بنویسم، بعد یکم بهینه ترش کنم. الان ما که A گرفتیم، چون میخوام بگم فهمش آسان تر میشه، یه A گرفتیم و تو A اول اومدیم این خنده ها رو درست کردیم، این خوشحالی ها رو ریپلیس کردیم، درست شد. ولی خب ما یه ناراحتی هم داریم. حالا ما یه A داریم که خوشحالیاش درست شده و ناراحتیاش مونده. حالا ما میخوایم این ناراحتی رو یا اون A هم درست کنیم. کافیه بیم همون A رو در واقع یه متغیر بسازیم مثلا B. بعد حالا اینه که ادامه اینجا نمیشه توجه نکنید، خود آیدی نمیشه. میام اینجا دیگه نمیتونم ریاکت، نمیتونم A. چرا؟ چون ما A مون تا نصفش درست شده، نصفش مونده. یعنی میخوام که یه خط خوشحالی رو درست کنم، یه خط هم ناراحتی. خب خوشحالی هاش درست شد، حالا میام ناراحتی ها رو چجوری درست کنم؟ میگم حالا این A که خوشحالیاش درست شده رو یا دوباره ریپلیس کن. چرا نمیارن نمیدونم. حالا این بار اولدم میشه ناراحتی ها. حواستون تو این چپ و راست بودن این پرانتز 2 نقطه هم باشه، چون در این صورت برنامه‌تون کار نمیکنه. و ایموجی هم ایموجی ناراحت باید بذارم، روکی ناراحت دو کپی میکنم و اینجا میذارم. خب این به این صورت حالا کاری که باید تمام کنه اینه که ریترن کنه بیو دیگه، یعنی بیو برگردونه به مین. حالا ما انتظار داریم که برنامه اجرا شه. البته یه موقع پرینت هم خوب میکنیم برای چیزی که دریافت میکنیم پرینت بگیریم. حالا الان چجوری کنیم؟ میگیم که دو راه داریم، بهش این که خیلی شرمشون رو بنویسیمش یا اینکه نه بینه بنویسیمش. خب اول مثلا بیایم بنویسیم و result یه متغیر به نفس result مساویه با convert تا بمونه مثلا همون ایندکس دیگه، ایندکس این بالا گرفتیم
اینجا با متغیران با هم یکی باشه دیگه، چون این یه تاب است این یه تاب دیگه است و هم ربطی ندارن. اینو صرفا بینشون خروجی میفرستیم خروجی میگیریم. خب اینجا ریزالت شد چیزی که ما انجام کنیم. حالا میگیم پرینت ریزالت. خب اینجا شاید انتظار داشته باشید برنامه اجرا شد. خب این اجراش کنیم اجرا میشه یا نه. خب یعنی که اصلا هیچ چیزی برامون البته چه چیزی اصلا یه اینپوت نمیاد، یعنی انگار نه با ما کد نوشتیم، یعنی شما یه برنامه خالی هم میتونید اجرا کنید همینه. ولی خب مهم نیست. الان ایراد چیه؟ خب بیایم اگه ایراد یابی بخوایم کنیم یا دیباگینگ کنیم بالا اصطلاحاً حتی تاب مین اونم اجرا نمیشه. پس مشکل اجرا نشدن مینه. حالا برای اینکه این اجرا شه باید دقت کنیم. ما برای اجرا شدن کانورت اومدیم اینجا سلاش زدیم، ولی برای اجرا شدن مین نمیدونم اینجوری سلاش بزنیم. ببینید من اگه اینو ننوشته بودم گفتم من این کد اصلی رو تو تابعی ننوشتم، خود به خود باید اجرا شه. ولی وقتی اومدم کد همه کدامو توی یه تابعی نوشتم، یعنی هر کدی که من نوشتم بالاخره خودش یه تابعی داره، باید همون تابع اجرا شه. پس اینجا میام یه مین این پایین یا حالا بالا فرقی نمیکنه. بالا یه کانورت مثلا میتونم بنویسم یا پایین، ولی معمولا پایین نویسن. این به خاطر این میشه. ببینید من قبل اینکه مین رو بنویسم باید کانورت نوشتم تو وان میوزیک، یعنی یه جایی داره این تابع استفاده میشه. این تابع یعنی یه جایی داره ران میشه، یه جایی صداش میزنه که ران بشه، ولی باید مین ننوشته بود. حالا میام این تابع مین و این پایین صدا میزنه که خب اینجا این تابع مین هم بالاخره یه جایی استفاده میشه. یعنی من داره با استفاده این کد میگم آقا مین اجرا شد. اگر این رو ننویسم مین اجرا نمیشه. مین یه تابعی که اونجا هست، بود و نبودش فرق نمیکنه، چون اجرا نمیشه. پس همین ران میکنم اینم که اجرا شد. اینپوت الان میخوام میگم مثلا های لینوکس یه علامت خنده دارم و میبینم که درست ایموجی برام چاپ شد. حالا شما میتونید تست دیگه کنید. من دیگه وقت نمیگیرم سر تست کردن چون میدونم که کار میکنه، اما این کودمون یکم کثیفه، یکم زیادیه. چیکارش کنیم؟ بریم اول سوی تابع مین. خب این دو خط رو میتونیم یه خطش کنیم. بنویسیم پرینت کانورت ایندکس. خب این هیچم بهینه تر شد دیگه، نه قشنگ تر شد. اجرا کنیم به چیز علکی یه علامت سوال اینجا ببینید علامت سوال چی میگه، یه علامت خنده، یه علامت ناراحتی و این موجودات تبدیل میشه. خب اینجا که الان این فاصله رو کم کنیم. ما یه استادی توی دانشگاه داشتیم خیلی حساس بود این فاصله کودا، گفتش که اینو حافظه رو میگیرم راستم میگه، ولی من هیچ وقت موقعی رعایت نمیکرد. حالا این کانورت رو میتونیم چه کارش کنیم؟ ببینید ما میتونیم از نظر سینتکسی ما میتونیم این دوتا تابع ریپلیس یا فانکشن ریپلیس رو پشت سر هم استفاده کنیم. یعنی بیایم یه دفعه بگیم رو اینو تاب کنیم، نه پاچش هم نکنیم. چی شد؟ پاچش هم نکنیم یعنی یه دفعه چیز نشه. بیایم این دات ریپلیس حالا یعنی قطعوش رو بیاریم اینجا پیست کنیم، اینو پاک کنیم. ببینید اینجا اومد چی شد؟ اومد گفت ای دارم، حالا این ای رو بیا یه دفعه یعنی این دوتا تابع رو پشت سر هم روش اجرا کن دیگه. نگیم دوتا متغیر تعریف کنیم. ما اونو نوشتم که یکم حالا شاید بعضی رو بهتر بفهمن، شاید هم نه براتون گیج کننده بوده باشه، ولی اینجا میریم یه دفعه میگیم که یه بار ریاکتو ریپلیس کن خنده هاشو با این موجود خنده
ناراحتیاشو با ایموجی ناراحتی، یعنی پشت سر این کارو کن دیگه، نیم بی و اینا با سی و دی و اینا رو تعریف کن. خب اینجا هم دیگه بی نداریم دیگه، باید همون ای بنویسیم چون ای اون کامل شد دیگه، نصف نیست. پس این ها فاصله هم حذف کنیم و بریم ببینیم که چی میشه. خب ارور داد. ارورمون بابت اینه که اینجا پرانتز نذاشت، احتمالاً تو کپی کردن رفته. خب دوباره ایرا کنیم. اینجا می‌نویسم مثلا های بوجف، من روش اصلا هیچی ننوشتمش، هیچ علامت هیچ چیزی. خب بنویسم هلو، یه علامت خنده، بعد کامرو گود بای و یک علامت راحتی، یعنی که درست کنید. شما توی تست خود CS50 هم که اینجا براتون نوشته بزنید کار کنه، اینا نمیشه چطور تستش کنیم براتون زده. خب این بودش. شما در واقع چین کودی رو در نهایت حالا نداریدن، همین شما همونطوری غیر بهینه بنویسید نمره رو میگیرید، ولی سعی کنید کدوم رو حتی اگه حل کرده دو جواب داد بعدش بشینید دیگه هم تمیزش کنید. این باعث میشه که در آینده هم کدهاتون خود به خود تمیز نوشته شد و خیلی مهمه شما توی هر شرکتی باید استخدام شید. این که مزیت ها محسوب میشه. شما چون کدی که مثلا توی شرکت می‌نویسید و برای کلی آدم دیگه که همکارتون هستن برنامه‌نویسن توی گیت بنویسید، گیت هاب یا گیت ببینه حالا این که گیت چیه رو، یه نرم افزاریه که حالا میشه باهاش نرم افزار ورژن کنترل بهش میاد که خلاصه رو ساده بخوام بگم اینه که میشه یک برنامه رو چند نفر روش کار کنن بدون اینکه بخواید حالا کدش رو با فلش و تلگرام و اینا منتقل کنه. هستن اول شرکت هایی که هنوز این نرم افزار استفاده نمی‌کنن، ولی خب اما بگذاریم. اگه بخوام دیگه اینو خیلی تنظیش کنیم اصلا این تابان نیازی نیست حقیقتا. یعنی من میتونم بگم این تابه ها رو حذف کنم. البته شما حذف میکنید چون تمرین گفته تابه باید باشه، چون احتمالا توی مباحث درسیش هست دیگه آره نوشته فانکشنز توابع و غیرها. چون میخواستید تمرین توابع براتون بشه گفته توابع هم بنویسید، ولی اگه بخواید خودتون برای خودتون خیلی تمیز رو بنویسید این تو دو خط همه این چند خط بود یعنی دو خط، حالا بگم این دو تا اضافه 7 خط بود، میتونین 7 خط تا کنید 2 خط، خیلی راحت. من میافتم این رو هنس برنم و این دکسامو که گرفتم و میام میدم که اینم میکنم ایندکس با میام که پرینت کن به این صورت نمیشه شیرینگ is hard. یه پرانتز فقط اینجا میگونم ایندکس دات، البته گفته هیچ لاین دو خب گفته که این چیزی که شما نوشتید من باید این فاصله رو حذف کنم چون دیگه توابع ندارم. میام می نویسم index dot replace قدیم میهل میشه این و ایموجی اینه
خب این ایموجین و گفتم میتونیم پوسترم ببینیم یه ریپلیس هم یعنی مثل خودش میزنه بعضی موقع خودش نمیزنه و یه دونه هم کما موجه ایموجی ناراحتی بود که دیگه تموم شه. بازم میگم این اصلا چیزی نیست که شما باید آپلود کنید برای سیفتی یا همون حالا اصولیش اینه که توی گیت پوش میکنید ولی حالا من از آپلود استفاده میکنم برای که براتون مبله فهمتر باشه. یعنی کاری که در واقع تون سیفتی دارید نمیخونید اینه که توی گیت پوشش میکنید و همین. خب الان کدام اینه چقدر تمیزتر شد. حالا این یکم این آیدی کدو مثلا اولدون یا اینا رو من ننوشتم من این کدو مثلا توی یه آیدی ساده مثلا نوتپد پلاس پلاس بیانین که چنین چیزی اگه بیارین خب یه چیز شاید کد ساده تر شد نسبت به اون اولی ولی خب اون گفته اگر توابع استفاده کنید اینجا ما نکرد. خب این از اینم بگم که اجرا کنم نگید ارور داره. ارور مون این بود که من یک مزار است بنظرم کاری و همین که کار. خب این بود از پرابلم ست این پرابلم ست سوم این هفته. خیلی ساده بود و حالا من اینجا زیاد توضیح دادم لزومی در سخت بودنش نیست و من فکر میکنم اکثرا تونسته باشید تا حد زیادی از اینو حل کرده باشید ولی بازم میگه همیشه سعی کنید نور خودتون تا جایی ممکن حتی یه ساعت وقت رو توش حل کنید. اینکه خودتون حل کنید خیلی فرق میکنه تا این چه بیایی کدو بخونید و بگید من فهمیدم این کدو فایده زیادی نداره حقیقتا چون یادتون میره واقعیت اینه. خب بگذاریم من اول ویدیو یادم رفت بگم کانال رو سابسکرایب کنید بازم میگم کنید ولی امیدوارم که این ویدیو رو تزاد بوده شه براتون مفید بوده باشه تا ویدیوهای بعدی چه تو این پلیلیست چه خارج این پلیلیست. شما رو به خدای بزرگ